ذخیره کردن خودکار یا به صورت اتوماتیک سند. شما بعضی وقتا نیاز دارین که یک سند مهم رو طوری تنظیم بکنین که خودش به صورت خودکار هر چند دقیقه یک بار ذخیره بشه. هرچند به صورت پیش‌فرض توی ورژن های جدید مجموعه آفیس این امکان وجود داره و ذخیره میشه، یعنی هر تغییراتی و هر چیزی که شما بنویسید هر 10 دقیقه یک بار ذخیره میشه. ولی بعضی وقتا شما نیاز دارین که این مدت زمان رو کمتر بکنید. در ورژن های قبلی آفیس همچین امکانی وجود نداشت و اگر شما یک متن رو می نوشتین، یک فایل و سندی رو ایجاد می کردین و اون رو ذخیره نمی کردین و به هر دلیلی یا برنامه رو می بستین یا برق سیستم قطع می شد، کل برنامه پاک می شد و دیگه نمیتونستین به اون سندتون دسترسی داشته باشین. برای این کار شما از منوی فایل آپشنز رو انتخاب می کنین و از سربرگ سیو ببینید شما میتونید سیو auto recovery information every 10 minutes رو تغییر بدین. پس به صورت اتوماتیک هر 10 دقیقه یک بار در این مسیر برای شما ذخیره میشه. هرچند میتونید این مسیر رو تغییر بدین به مسیری که خودتون مد نظرتون هست. مثلا من این رو روی 5 دقیقه تنظیم کنم و اوکی رو میزنم، یعنی فایل من به صورت خودکار هر 5 دقیقه یک بار ذخیره میشه. پس اگر شما محل ذخیره سازی فایلتون رو تعیین بکنید، مثلا روی دسکتاپ یا روی هر کدوم از درایو ها، این فایل به صورت پیش‌فرض خودش هر 5 دقیقه یک بار برای شما ذخیره میشه و فایل پشتیبان هم در اون مسیری که بهتون نشون دادم خودش ذخیره میشه.